من open باز میکنم. The window یعنی پنجره رو. I open the window یعنی من پنجره رو باز میکنم. من stretch به معنی کش و قوس دادن یا ورزش کردن. مال من. body بدن. I stretch my body یعنی بدنم رو کش میدم. حرکات کششی انجام میدم. من check بررسی میکنم. The weather یعنی آب و هوا رو. I check the weather یعنی من آب و هوا رو چک میکنم، بررسی میکنم. من prepare یعنی آماده کردن. یک quick سریع. breakfast صبحانه. I prepare a quick breakfast یعنی من یک صبحانه سریع آماده میکنم. من write می نویسم. in در my مال من. journal دفترچه یادداشت. I write in my journal یعنی من داخل دفترچه یادداشتم می نویسم. حالا عدد یک رو برام بنویس تا جزوه همین رو بهت بدم.